یکم تو را که میگی تابیداری حق کن، میگه حق چیست؟ بگو الحق من ربک. الله تعریف میکنه حق آن چیزی است که از جانب رب باشه، از جانب الله باشه، اینی حق. یکم تو میگم من حق میگم، چی میگی؟ گفتین تو گفتم حق خو قرآن میگه الحق من ربک، حق آن چیزی است که از جانب رب باشه. بخوان یک آیت به من، آیت یاد ندارم، یک حدیث بگو یاد ندارم. گفتم خیلی از کجا گپ زدی؟ گفت ازش من چم دیگه هم تو شنیدم. گفتم ازش کمت گپ میزنی، میگه حق میگم. این حق نیست، حقی است که از جانب رب. از جانب رب چیست؟ قرآن و سنت. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، قرآن و سنت، اینی حق. باز میگه قول ما که گپ زدن و حق نیست دیگه. ما میشه گپ نزن، اگه حق میگی حقی نمیست. الحق من ربک، چقدر زیبا تعریف. حق آن چیزی است که ثابت باشد از جانب ربت. فلا تکونن من الممترین، نشو تا جمله شک کننده